Anam خیر روزگار دارم مردم انامجا و خاطری هیزم به دست آوردن یا که دیگر چیندن در وقت میوه از انامی راههایی که دشوارگذر هستن راه میگردن برای خود به خاطری زندگی پیش بردن. این امیره میچینن نه؟ ها امی امیره چه میکنن؟ ایرا برای در چوی میچونن یا که یگان هم دارو تغییر میکنن او چمدگی میچونن برای چیز کنن فشار بلندی را پس کردنی بالا فشار بلند ها بله نه خیلی مردک اگرزش از هر بتا یک چورو میگیره میبرند روز در یک جنگلیم همون جنگلی که با نام شهر افغان به خاطر همون شخصی که در براش گرد زدیم در همین جا زندگی میکرد به نام همون گذاشتگیان همین دره را. السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. برادران گرامی، چخیلی که در نوار گذشته دیدید درباره یک پیرمردی که در جنگل قریب 40 سال زندگی کرده است پیشکش شما گرداندیم. امروز همون جنگلی که همون شخص زندگی کردگی در هم داره با نوار گرفته پیشکش شما میگردونیم. شما حتما دستگیری رو فراموش نکنید و بهر شما برنامه های بهتر و جالبتر پیشکش می نماییم. انا در خود همین دره و جنگلزارها همین شخص قریب 40 سالی حیات خود را تنها به تنهایی گذرانیده است. این برای ما دسته ککر است. درختی تتم ها؟ درخت یا که چی می شود؟ گیاه ها؟ بوته داخله؟ این برای پس کردن دولینی مقصده؟ شو بلندی پس میکنه درست دیگه فایدهوش نمیدونیم. این امیره میچینه نه؟ ها امی امیره چه میکنن؟ برای در چوی میچونن یا که یگان هم دارو تغییر میکنن او چمدگی میچونن برای چیز کنن فشار بلندی را پس کردنی بالا فشار بلند ها بله. بعد ما شرش داره همین شرش داره شرش هم اینجا میکنه دام شرش میکنه ولی علاقه شرشوی را چیندگی هم چیندگی هم بله الان شرش همین را چی میکنه؟ بازی همین داره ما چوبی هرغای ده که چوبی هرغای بهترین چوبی سخت برای همین استفاده بردن اومن دسته های اشیاء چطور بگم تبر بیل دیگر اشیاء روزوره که هسته اومن لازمه سخته بخواته برای گرفتن همون چوب اومده سه روز در یک جنگله همون جنگله که با نام شهر افغان به خاطر همون شخصی که در براش گرد زدیم در همین جا زندگی میکرد به نام همون گذاشتگیان همین دره را. طبیعت متکرر زیبا اومن الان فصل این همین میواره دلانه نام میبرن نیا کنید سر بناده دارد که یگان کس عموما اعتبار نمیدهد چون که همین عمود میوه بسیار درجه بسیار درختی سخت‌ترینی که برای استفاده بردن گفتیم در اشیاء روزگار استفاده برند درخت هرغای. این همین برادر حجم برای دسته تبر عموما برای تیاب کردن دیگر دسته های اشیاء های لازمه
اینجا حاج یک دن نودا میگیریم. همیا های به خاطر که نودوهای درخت بسیاره زدنی همین درخت دشواره. این درختی قرغه که در بورش ما گفتیم پیشتر گذاشتیم خیلی همین درخته. نه کشلامسی پشت این ای درختی زلولا ای برای چی ای؟ شنیدم برای چیزش انیق نمیدونم برای چی. اینا برای شکسته بندی بسیار استفاده میبرن. شکسته بندی ها. بعد میخرن کو زلولا برای شکمرا و میخرن چای پوی میکنن میخرن نمیرن. او همه چیز استفاده میبرن زلولا. درختی زلولا. همه اومان مکونی. ریشش همه جوشونه نه؟ ریشش انم ریشش همه جوشونه قیام میشه و میبرن پس میکنیم. بعد میدوشیم داره میبزیم. بعد دیگه میشونم و چه میشونه بعد قیام میشه. قیام میشه. او چیز قیام میکنه. یا بزرگ دامه میفته. بزرگ داد. و همش اون چه ارالش یا خیمیکاتی. تو زش اومان. این مزایی که میکنیم لحظت دیگه مزایی دیگه کنیم این دیگه هست اصلا خیلی میکنیم اوف میکنن میگیرن میورن اصلا بخاطر که پس ایجا انم سرانه داریم. باز پیش کنم سال شاور نمی بو. الان خیلی روزگار دارم مردم اینجا با خاطر هیزم به دست آوردن یا که دیگر چیندن در وقت میوه از انمی راههایی که دشوارگذر هستن راه میگردن برای خود به خاطر زندگی پیش بردن. اومن که انا خواه علایو باشد خواه یکون نمودی میوگی به دست میارن و زندگی خیش رو به همین واسطه و طریق دیگر اومن با طرز حیاتی پیش بردن حیات اینجا اومن از کشتی گاو مول است. انا خیلی راههای دشوار ده اومن که رفت و آمد کرده زندگی به سر میبرن. این ما یک 50-60 متر مونه دیگه تمام کردیم. خب رفتن که دوامش چی میشه. شما تا وقتی که اینایی زن میگیرین
بزرگوار میشه. بله فرزندار کشیدیم تشکیل میکنین یکون چی؟ عموما کدومش که میتونه کرده از خرسندی میکنه، کدومش که نمیتونه مجبوری نیست. برای چی؟ ما در وقتی که زن میگه سبب فرزندار حواری دبیست حدیر چی میبریم؟ یک گوسفنده که بزن میبریم میکشیم هم پکلین همسینفون پاک بزنم حدیر در همراه دگجا میکشین؟ حدیر در تایی در بوجا هی نمو خونه که نشان دادی چی گفتی؟ بله الان دخانچه که اون رو نشاندم ما الان دیده هر ماه قریب ما هم کار میکنیم میاریم یک قربان را میکشیم پاک بزن پکلین تا گو مالداری نه که همسینفون وقتی مایوف که میکنیم کن کردی بعد ایامو مثال چورمایی که کشتگیم ایامو یکون مایده با مادر ایامو بوده که هم بچه میگیره بعد میبرن؟ جا میکنه میبره بله یک رسم و رسومی خیلی همه دهایی همه جا الان ما در رسم میگم تو اینم پکلینی که حوض یا 10,000 تو الان پکلین کورا کیسه میکنن دل خواه کدامش میتونه نمیتونه میکنن نه که جا میتونه نه که دو رنگ و مولا ایتالی گپ نیست که من ندارم شرایط ایتالی گپ نیست میتونه شرایط نداره در کلات هستم او اینا همسینفای ما دمیشه من رئیس همین تشکیلات خونون میام نه خیلی مردک اگر زنش از هر تا یک چورو میگیرم میبرن بچه دوشه اولی یکم کرو کردیم اولی با بچه های دیم سر میشه هر بچه کرده هر یک بچه کنده یک چورو میکشه یا که دیگه نکنه دوباره دختر اگر خونه دیگه تشکیل میکنه حدیر نمیبره خونه بیچاره قرب دخترش ما پس کرده است نیا قلم کشمو کردم تا دارم میکنم کشمو تویستان وقتی خونه کشانم خونه چه میده خونه کده میاره می تاغ عجب طبیعتی زیبا و ناتکرار هو اوجا آدمو زندگی میکنه هو خونه ده نه آواز نیست همسین کاری که خونه ما میریم اسپور رو دانه اوغلش میبندیم و بعد قرآن میکشیم جورایی چه آلا تشکیلی هو اوجا آدم زندگی میکنه هو خونه ده عموما دوستان گرامی همین جنگل همین غوره که دیدین جای گشتی بابای شیراوکان بود که پیشکش شما گردوندیم. دوستان حتما در کانال ابونه شدن، در نوال لایک گذاشتن و دستگیری کانال ما را فراموش نکنید. تشکر زیاد.